درود دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من ایلیا هستم و امروز اومدیم که یه سری ماینکرافت هاردکور شروع کنیم و اسمش رو هم میذاریم لالالند. بریم که داشته باشیم. میتونید برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. بریم که بریم. خب دوستان، همونطوری که میبینید یه جای نسبتا خوبی افتادیم. چرا باید بگردیم اینو ویلیج پیدا کنیم و یه زمینه خوبی برای ساخت بیسمون. بریم که اول کارو تجهیزات چوبیمون رو درست کنیم. وسایلم طبق همیشه کلا میسازیم اول و همینو میریم پایین. یه تعداد سنگ میکنیم، عکس سنگی و گاز و وسایلمون سنگی کنیم. خب وسایلمون سنگی میکنیم همش. یه عکس، یه دونه تبر، بیل، یه دونه شمشیر، یه دونم و که اگه ویلیش پیدا کردیم گندمشو بکنیم با یه دونه گاز. الان هاردکور است و ما باید اولین کاری کنیم تخت گیر بیاریم. خدا شکر چند تا گوسفند اینجا هستن. چند تا شویکین اینجا هستن، برداریم لازم میشن. خب تختمون که اوکی، غذامون هم اوکیه. برای بگردیم دنبال این روستا ویلیج که بتونیم شب اونجا سپری کنیم و بیسمون رو اونجا استار بزنیم. همونطوری که میبینید این روستا پیدا کردیم. بریم که وارد روستا بشیم. اولین کاری که میکنن گندماشون رو برمیدارم. و دوستان ما آهن نیاز داریم و مجبوریم آیرون گالوم روستا رو از بین ببریم. سه تا آهن بهمون داد، بد نیست. خب دوستان من اینجا رو توی نقشه پیدا کردم و به نظرم جای خوبی هستش برای ساخت بیس. کنار آبم هستیم، لاواپور هم کنارمونه. بعدا میریم دور تا دور مپ رو باز میکنیم و به نظرم اینجا جای خوبیه فعلا برای ساخت بیس اولیه. بعد شب اول تموم شد و بهتر بریم بخوابیم. خب مهمترین کاری که الان باید کرد اینه که اینجا رو یکم جمع و جور کرد، صاف کرد که بتونیم یه دونه دامداری بسازیم و یه دونه کشاورزی کوچیک فعلا برای اینکه از پس خودمون بر بیایم. بریم که اینجا رو صاف کنیم. خب دوستان متاسفانه من هادکه OBS هم پایین دکمه استاپ بوده و دستم رفته روش و ریکورد قطع شده و حدودا 17 دقیقه از گیم رو نگرفته. همونجایی که یکم پیش داشتی بیدیدید قرار بود زمین رو صاف کنیم که صاف کردیم، هموار کردیم زمین رو و اومدیم یه دونه فارم گندم ساختیم برای حیوونا، سیب زمینی و هویج و این دامداری کوچیکم ساختیم. همونطور که میبینی الان ببرم مرغ و خوک بیارم، گاو و گوسفند و اینا رو متاسفانه من همه رو ریکورد گرفتم و این هاتکه لعنتی باعث شد که این ریکورد نیفته. من همه تو معذرت میخوام، ببخشید. کاری که الان باید بکنیم اینه یه مقدار شوگری که این داریم بریم اینا رو بکاریم.
کنار کاشتیم یه مقدارم غذا داریم، بذاریم پخته بشن یه گرسنگی نمیریم. بهتری که بخوابیم تا فردا برای انجام نقشای جدید. الان بهتره برم مرغ من پیدا کنم. خب دوستان اینم از مرغایی که آوردیم و یه دونه خوک میمونه که بیاریم وارد همین دامداری میکنیم و اینا تکمیل میشن برای پرورش. کار بعدی که باید بکنیم اینه مقداری چوب جمع کنیم و یه بیس خیلی خونه خیلی کوچیک سرپناه خیلی کوچیک بسازیم. اول از همه تبرمون سزاه و تبر ساختیم و الان بهتره بریم که یه عالم درخت بکنیم. بریم. از سبلینگی که این نوع درخت داره خیلی بهتره برای فارم کردن چوب. چارتایی میکاری و حجم زیادی چوب گیر میاری تا اینکه بدی دونه بدونه از اون اوکا گیر بیاری. این بهترین درخت از نظر من هستش، هم قشنگی هم فارم کردنش راحته. عالی. اومدم دنبال درخت پامچینم پیدا کردم. خب دوستان ما دنبال هم چیزی بودیم و این درخت رو به کنی قشنگ چوبه این خونه کوچیکی هم که میخوام بسازم راحت به دست میاد. بریم بکنیمش. خب بهتر اینه کلبه کوچیک بسازیم که فعلا سرپناهی داشته باشیم. و بهتره کفش هم همین چوب لاگ خودش بذارم. دیواراش هم میتونیم کابلستون بذاریم.
برای سقفش هم این چوبا رو میایم اسلپ میکنیم. و اینم از روچاش. بعدم به پنجرم براش بذارم. خب اینجا تخت خوابونو میذاریم اینجا. رفتیم تیبل هم اینجا. بازم بده. بعد این آشپزخونه باید بسازم مخصوص پخت و پز. الان این مقدارم بسم میسازیم. بعد در خونه میایم. اینجوری تزیین میکنیم. یه خونه نسبتا ساده فعلا کافیه نظر من. الان باید بیشتر روش کار کرد. الان خونه جدید میسازیم. الان به نظر من کافیه فعلا. کامپوسترم ببرم بذارم سر مزرعم. خب دوستان ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید. پایان قسمت اول سری هاردکور. قسمت های بعدی هم میذارم هرچی زودتر سعی میکنم. مرسی که ویدیو نگاه کردین. ممنون میشم برای حمایت از من. سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. تا قسمتی دیگر بدرود. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.